کی به ما حق میده که اگه یکی وضعش خوبه ما قیمت بیشتری رو بهش بندازیم؟ الان یه جایی رد شدم، بعد با یه ماشینی بودم که ماشین حالا قیمت زیادی ده. من بحث ماشینم نیست، بحث اینه که طرف ماشین منو دید، قیمتی که میفروخت و به همه میداد متری 200 و مثلا هیچ چیزی میخواستم متری 240,000 تومان به همه میگفت، به من قیمتی که اعلام کرد 300,000 تومان بود. بعد فکر کردم مثلا من خیلی خرم و حالو هم الان میگم باشه. من گفتم خبر ندارم. چرا فکر میکنین که اینجوری این حقتونه که کسی که مثلا از شما یه کمی، نمیدونم چی بهش بگم، نمیخوام همین بذارم بگم پوز داده فلان کرده، چه حقی دارین که فکر میکنین اون که بیشتر داره باید بیشتر به شما بده؟ به شما باید بس سرشو